اردام او همون آدم است. بساچو! شاهدای محترم، با اجازه تان ما عقد نکاح را شروع میکنم. نام و تخلصتان؟ سنم کارای. اینجا کسی است؟ نام و تخلص شما؟ دینی زایدین. بگو لیف کجاست؟ کجاست؟ درست است ما براتون جایش نشان میدم. ای که میخواین با هم عروسی کنین برای ما گفتین. بعد از تحقیقاتی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که چیزی مانع عروسی شما شده نمیتونه. حالا یک بار دیگه در حضور مهمانا و شاهدین از شما میپرسم که آیا هر دویتان به این عروسی رضایت کامل دارین تا ما بتانم نکاحتان با خوبی بسته کنم؟ هرچه زودتر باید به دنیز خبر بدیم. نمیشه. تا وقتی که لیفا پیدا نکردیم نمیتونیم به دینی زنگ زده زندگی لیفا در خطر بندازیم. حرکت کن. شما محترمه سنم کارای شخصی که در پلویتان نشسته محترم دینیز آیدینه بدون اینکه از طرف کسی مجبور شده باشین به رضایت خودتان به عنوان شوهرتان قبول میکنین؟ لطفا نجاتم بده. یک کسی به خاطر طفلم نجاتم بده. زود شوید. شما محترم دینیز آیدین خانمی که در پلویتان نشسته محترم سنم کارای بدون اینکه از طرف کسی مجبور شده باشید به رضایت خود به عنوان خانمتان قبول میکنین؟ او کجاست؟ درست است ما براتون میگم. از این طرف در بخورین. عجله کن. لطفا اعلام کنین. بله. اون خانه دا اونجاست.
داماد تبریک باشم. متوجه دخترم باشی. دخترم سلام جان بچیم تبریک باشه. تبریک باشه بچه. همه چیز به خواست شما شد. ایلیف آزاد بساز. ایلیف آزادی خدا به دست آورده. سنم جان به خانواده ما خوش آمدی. خوش باشه. بسیار تشکر. درست از فهمیدم. ما بعداً برات زنگ میزنم. جنرال صاحب، پدرم گفت که ایلیف آزاد ساخته. از او کدام خبر دارین؟ پیداش کردن؟ دینیز میخوایم با توی گپ مهمه. دینیز حالا بیاد بر. حالا بگی مرا ببر. من بدون جان خود دیگه هیچ چیز به از دست دادن ندارم. او را مزم بگیر. مرا بکش که من پیش دختر خود برم. تا اونجا همراش ملاقات کنم. مرا از بین ببر. تو میخوای چی کنی؟ دیوانه شدی چطور رانا؟ تو دختر من به قتل رساندی. اولاد من از هم گرفتی بیاده. چطیات میگه. باور کنه چطیات میگه. او دختر چی گناه داشت؟ گناه دختر من چی بود؟ جواب بده لطفاً. باز که دیگه گفتم. خانم رانا شما چی میگین؟ ایلیف مرده نیست. دختر من دیگه زنده نیست. او را از بین بردن. به من دست نزن گفتم. عجله کن. تو به خون آلود است. مرا لمس نکن. الهی کو یادر من یک قاتل است. دختر مرا از بین برد. کنتن بشنوه. بیرون شو. این کنتن خواد دیدی خود الهی کو. شما چی کردین؟ دینیز بچه. شما چی کردین مادر؟ جواب بده. دینیز برای من جواب بده مادر. همراه اون چی کردین؟ لطفاً آرام باش. جواب بده. دینیز جواب بده مادر. همراه ایلیف من چی کردین؟ همراه خانم من چی کردین؟ جواب بده. دینیز بچه. جواب بده. لطفاً آرام باش. چی جواب داری بگو؟
هر وقتی که خواسته باشید بیاید ببرینش. خیریت است. روز ملاقات خو فردا بود. همین قسم بودم ما. چی شده؟ کدام گپ شده؟ امروز از یک گپ خبر شدم. درباره دخترت است. درباره لیف؟ چی شده نجاتی؟ بگو دیگه دختر ما کدام چیز شده؟ زندگی سرت باشه ابراهیم. ایلیف از دست دادیم. چی؟ ابراهیم تو خوب هستی؟ ابراهیم کمک کنین. همراهت وعده کرده بودم که با تو عروسی میکنم. تو را از تمام اینا نجات میتونم اما نتانستم. وعده خود عملی نتانستم. اما انتقام تو را میگیرم. هیچ وقت ازم نخواهی که پدرم رو ببخشم. حال دیگه او را نمیبخشم. جزای تمامی کارهای خودم دانه دانه خواد پرداخت. امشب ما هم پیش تو میایم. دیگه هیچ وقت جدا نمیشیم. همراهت وعده میکنم ایلیف. بار دیگه هیچ وقتی ازم جدا نمیشیم. امشب تمام حسابا بسته خواهد شدن. تمام حسابا. او دختر پشت دنیز رها نمیکرد. مجبور شدم ده همین خوبی کلگی ماست. جنرال مرا در این کار داخل نمیسازی. اصلا این اشتباه را انجام نمیدی. اگر نه تو را به دستای خود از بین میبرم. با خاطر این موقف از بسیار چیزا منصرف شدیم. از او خاطر از بین بردن یک نفر دیگه برام فرق نمیکنه. قدرت کارای تو قاتل هستی. تو قاتل دخترم هستی. سنم صبر کو. قدرت یک کاری کو. سنم پادر پس شو. ما او را از بین میبرم. دیروز و بهترین روز زندگی رو خراب ساخت. درست است. ما جزای او را برش میتم. درست است جزایشو بده. او را چوب بساز. من دیگه تحمل کرده نمیتونم. درست است. من انتقام دختر من ازت میگیرم. تو دختر من ازم گرفتی. قدرت مجبور هستی او را در اینجا نگاه کنی. اعصاب تمام ما را خراب میکنه. او را به یک جای دیگه ببر. ژاله تو در این کار مداخله نکن. قاتل من انتقام دختر من ازت میگیرم. تو هیچ کار کردن نمیتونی رنا. اگه میتونستی امروز میکردی.
اسلحه را میگرفتی و مرا از بین میبردی، اما این کار نکردی. تو حتی یک مادر خوبم بوده نتانستی. با دخترت گفته نتانستی که من مادر تو هستم. تو بسیار بیچاره شدی. چوب باش، بس از آرام باش. هر قدر که میخوایی چیغ بزن، هر قدر که میخوایی. تو هیچ وقت مادر خوب شده نمیتونی. تو بسیار بیچاره هستی. تو گفته بودی که دختر من میکشی. من از همین خاطر چوب بودم. تو با خاطر چوب بودن یک بهانه میخواستی. ما هم خواسته هایت پورا کردم. تو از دختر خود میشرمیدی رنا. از این که دختر مامان دانشگاه مرکزی یک چادر پوش است. ایره با کی گفته میتونستی؟ از او خاطر تهدیدهای مرا جدی گرفتی و چوب ماندی رنا. خیر، ما او را با کل چیزش قبول کرده بودم، با کل چیزش. حالا دیگه مثل دیوانه رفتار نکو و با خود بیا. فردا باید یک کنفرانس مطبوعاتی بیتی و باید با همگی بگی که دخترت را از بین نبردی. هرگز نه. اگه بمرم هم این قسم یک کار نمیکنم. تو باید جزای خدا ببینی. درست است رانا. بعد از این هر چیزی که میشه مسئولیتش با دوش تو است. همگی خود فهمیدن که تو قاتل دخترم هستی. مرا تو ابد اینجا نگاه کرده نمیتونی. دیر یا زود از اینجا بیرون میشم، فهمیدی؟ البته که بیرون میشی. درست امو قسمه که اینجا داخل شدی. تو چی میکنی؟ کار را میکنم که باید وقت میکردم. از تو جدا میشم. هیچ جایی رفتن نمیتونی. اینا رو اینجا بان. ما دیگه نمیخوایم مالی بازی های کثیف تو باشم. شنایی امرای من قسم نکن. من به تو ضرورت دارم. تشویش نکن. تو تمام این مشکلات حل کده میتونی. معلوم دار است که دنیز طرف کی رفته. هر دویتان نمک حرام استه. ما به خاطر شما این همه کارا رو انجام دادم. شما امرای من قسم میکنه. همه چیزا به خاطر ما انجام دادی؟ تو تمامی کارا رو فقط به خاطر خود انجام دادی، به خاطر رتبه خود انجام دادی، به خاطر اعتبار خود. نه ما و نه هم بچه‌ام پیش تو هیچ ارزش نداریم. تو چطور قسم گفتم میتونی؟ چطور گفتم میتونی؟ ما به خاطر شما قاتل شدم. قبل از او دختر تو ما را از بین بردی. بچه تا وقت از بین بردی که در اتاق زندانی ساختیش و مرام وقت از بین بردی که سلی زدی. یعنی حال دیگه تو هیچ کدام خانواده نداری. ما برات اجازه نمیتم. تو دیوانه شدی. هیچ جایی رفتن نمیتونی. فقط جسدت از این خانه بیرون میشه. تو چی میکنی؟ سنجر، دروازه را باز کن. گفتم باز کن. مرا اینجا زندانی کردن نمیتونی. چرا نمیفهمی؟ من دیگه تو را نمیخوایم. تو کسی نیستی که من امروز عروسی کرده بودم. نیستی. کشتن تو برای مثل هوا خوردن است، اما این کار نمی کنم.
به خاطری که من میخوایم تو هم مثل خانمم درد ببینی. از او خاطر صبر میکنم. بسیار سخت است اما صبر میکنم. دینیز نمیخوایم تو را ببینم. استاد شو. صبر مرا امتحان نکو گفتم استاد شو. دینیز؟ 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 دینیز بچه من از اینجا بیرون کن. دینیز؟ دینیز؟ ها چقدر خوب. از دست چادر پوشاخ و بیخی دیوانه شدیم. این چه قسم کار است. هر روز یک حادثه جدید اتفاق میفته. کاش که اینا کشور رها کنن برن از شرشان بغم شویم. راست میگن استاد. اینا دیگه از حد خود گذشتن. کمک کنن این را دست را سرک به هوش پیدا کردم. دکتر کجاست؟ دکتر! 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 چیخ نزن میایم دیگه درست است وی؟ دکتر! چی شده چرا چیخ میزنی بیادر؟ دکتر! چی شده چرا چیخ میزنی؟ اراده سرک به هوش پیدا کردم. زخمی است. ما کار کردن نمیتونم آقا. قانون برام اجازه نداده. خانم رنا صبر کنه. خانم رنا الیف الایم کنه. الایم کنه. صبر کنه. الایم کنه. او دخترم است. او دخترم است. الیف الایم کنه لطفا. الایم کنه. الیف الیف الایم کنه. الیف آرام باشه لطفا. چرا قبل از مرگش به او گفتن نتانستم؟ چرا؟ 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 جانم اینا برای تو آمدن. دواهایی هستن که به خاطر رنا خواسته بودم. ایراده سرک به هوش پیدا کردم. در این نزدیکی ها دیگه شفاخانه هم نیست. ممنوع است آقا. ما کار کردن نمیتونم. چرا نمیفهمید؟ شما چه قسم دکتر هستین؟ شما چرا قدر بیرحم هستین؟ شما هیچ وجدان ندارین؟ ما کار کردن نمیتونم آقا. قانون برام اجازه نداده. خونریزی داره نمیبینی مسلمانی است یا نه؟ شما چه قسم یک دکتر هستین؟ چطور میتونین با مریض قسم رفتار کنین؟ درست است. چادرش پس کنین. باز یک بار معاینه‌اش میکنم. خدایا ما چطور این کار کنم؟ ما این دختر خود نمیشناسم. میفهمم که حال دهاتش انتقام میسوزی، اما ما هر کاری که کردیم به خاطر تو کردیم. دلت قبول میکنی یا نه؟ فقط یک حقیقت میفهمم. حالا حرکت کو. حرکت کو گفتم. بینشان چیه پس؟ ایره چی شده؟ ای دختر بیچاره رو دست سرک پیدا کردم. دکترها گفتن اگه چادرش پس نکنین معاینه نمیکنیم. این دیگه چی موقت است؟ به نظرم مریض زیاد خونزایی کرده. زود به اتاق عاجل ببرینش عجله کنید. شما چی میکنین؟ ها؟ ایره هم یال از اینجا بیرون کنین. اما زیاد خونریزی شدید داره. اول چادرش دور کنین باز معاینه‌اش میکنین. اما باید زودتر معاینه شوه. پس به یک شفاخانه دیگه ببرینش. اینجا تداویش نمیشه. دینیز چی میکنی بچه؟ پدر تا کجا میبری؟ حالا دیگه بسیار ناوقت شده. عجله کو، حرکت کن. دینیز صبر کن. خواهش میکنم بچه کدام دیوانگی نکنی. استاد دینیز صبر کن. دینیز تو قانون شفاخانه رو زیر پا میکنیم. برای علیه تو شکایت شما درباره کدام قانون گپ میزنین؟ قانون هیپوکرات هیچ نخواندین؟ تو سر دکتری ما گپ نزن.
این کشور از قانون نظام داره. اگه یک قانون دیگه برای آدمایی که سرسفید باشن نباید تداوی کنن، باز دی وضع تاجل شما را کی تداوی خود کرد؟ تو چی چتیات میگی ها؟ هم همیره میگم که شما چی چتیات میگین؟ همیالا باید این مریض تداوی کنین. حسابی کارتا باید بپردازی، تو را از این شفاخانه اخراج میکنم. زود برش خون بیارین، زود کنین. عجله کنین، زیاد خون از دست داده. عجله کنین خون بیارین، زود کنین دیگه. نبض شبیبی عجله کن. حالا بشاک خود رفت، حالا عجله کنین دیگه. اگه این مریض چیز شما مسئولش تو هستی، فقط تو. من شنایی آیدین هستم. لطفاً مانع شوین که بچه‌م از قرارگاه بیرون نشه. لطفاً. باز شده لطفاً. هارن بزن. حالا باز شو. باز شد. سرش کمپال بنداز. زیر پایشم یک بالشت بان. درباره مریض با خانواده‌اش خبر دادین؟ نه خیر دکتر سید، دستگیریش پیشش نیست. تا آخرین نفس همراهت نباشم دنیز. کجا میریم؟ تشویش نکن، یک جای میریم که راحت باشی. دنیز بچه، تو بسیار خوب میفهمی که من اقدر آدم بد نیستم. تو مرا به این حالت رساندی. من چند بار به تو گفتم از او دختر جدا شو. گفته بودم فقط مرگ ما را جدا میسازه، نگفته بودم؟ بچیم، خواهش میکنم جواب بده بچیم. بله مادر. دنیز خواهش میکنم کدام دیوانگی نکنی. بچه یک دانیم کجاستی؟ من میایم. عذر میکنم برات. بیا که با هم گپ زده او موضوع را حل کنیم. هیچ چیزی به خاطر گپ زدن نمانده. پدرم همه چیز ما به خاک یکسان کرد. بچه من تو را درک میکنم یک دانیم. درکم میکنی ها؟ هیلی فردیتان دست یکی کد از بین بردیم. مثل پدرم تو هم گناهکار هستی. دنیز من بودم که برات زنگ زده بودم. جای ایلیفا من برات گفتم. اما ناوقت کردی. بسیار زیاد ناوقت کردی. دنیز خواهش میکنم من در راه هستم میایم. بگو کجا هستین؟ خواهش میکنم کجا هستین؟ حق تحلال کن مادر. دنیز نخیر. گپ بزن احمق. در قتل ایلیف کی دست داشت؟ تو را میگم گپ بزن. نمیفهمی ها؟ نمیفهمم بیادر، گفتم نمیفهمم. من میفهمانمت. عمر صاحب احمق. آقا دوستی گزارش حالا برای ما رسید. از محل حادثه کدام جسد پیدا نشده. یعنی دوست شما زنده است، هنوز نمرده. همیال یک تیم روان کنید. مناطق نزدیک به محل حادثه را بپالین. همراه هر کس گپ بزنید. تمام خانه هم جوا را ببینید و تمام شفاخانه خبر بدین. اگر زنده باشه حتما در همون جای پیدا میشه. درست است آقا. شماره را که دایر کرده اید خاموش. کجاستی دینیز؟ کجاستی؟
همین جساد کن. ما برای چی اینجا آمدیم؟ حال خود فهمیدی. را برو. توبه خدایا، اینا دا اینجا چی میکنن؟ به قبرستان خانواده ما خوش آمدی پدر. از من دور باش. تشویش نکو فقط کم آرام باش. من نمیخوایم آرام شوم. من میخوایم تمام بدنم این درد احساس کنه. رانا چی کده میتونی ها؟ نخیر نمیخوایم الایم کنن. نمیخوایم. ناحق اقدر زد کده میری رانا. حال کم آرام میشی. حالا بخواب دیگه ها؟ بله جسد پیدا نشده؟ فهمیده شد. پس او دختر هنوز زنده است. او دختر را پیدا کنین. با هر جهنم که رفته باید او را پیدا کنین. تشویش نکن. در شفاخانه هستی. کاملا خوب میشی. تو را در سرک در حالت بیهوشی پیدا کرده بودن. چرا بیهوش شده بودی؟ پدرت لیاقت همه چیزا را داره. ما باید همه قسم از بین برم بچیم. خانم امام گناه نداشت. اونو 20 ساله شده بودی رو میفهمی؟ من از اون مثل چشمای خود محافظت میکردم، اما تو رو وحشیانه از بین بردی. حالی هم جزای کارت میبینی. اول تو رو از بین میبرم، بعدن باز خود از بین میبرم. حالی ده ای قبر پایین شو گفتم. سعی نکن پایین شو. دنیس شنوایی؟ دنیس نخیر. دنیس این کار نکن. تو چی میکنی؟ تو ده ای کار مداخله نکن مادر. تذکریتان پیشتان نبود خانم. از خاطر نتونستیم به خانوادت خبر بدیم. به شوهرت زنگ بزنیم؟ نام اونا را در گردن بند شما خواندم. دنیز. اگر نمبر تلفنی آدرسش بر ما میگین برشان خبر بدیم. این سنگای قبر دیگه از کجا شد؟ ما به یک سفر بسیار طولانی میریم. یک سفری که برگشت ندارم مادر. تو دیوانه شدی؟ چه قسم گپ میزنی؟ شنایی گپایش خود شنیدی؟ بس است دیگه. مادر تو از اینجا برو. هیچ وقت نی. هرگز قسم یک کار نکنی. هرگز. این خانم ما از بین برده. شنایی تو از اینجا برو. حالا دیگه
ایم نتیجه معاینه خون. وضعیتش چطور است؟ هنوزم وضعیتش خوب نیست. هیچ کدام عکس العمل نشان نمیده. امکان نداره. چی شده؟ این خانم حامله است. باید چند معاینه دیگه هم انجام بدیم. ببینیم که وضعیت طفلش چطور است. پس شو مادر، پس شو. شنایی؟ بسات شو. شور نخوری از جای. تره تنیار. گوش کنی. این گپ فراموش کن. خواهش میکنم فراموش کن دیگه. خواسته اخیرت برم بگو. حقت برام حلال کن بچه. تو فکر میکنی من تو را خواد بخشیدم؟ هیچ گاهی نه. هرگز نمیبخشمت پدر. سنجر لطفاً از اونجا بیرون شو. چی میشه بیرون شو؟ پس از دیگه بس کنین. ما چرا به این حالت رسیدیم؟ ما از چه وقت قسم با هم دشمن شدیم؟ شنایی درست است. ما هر کاری که کردیم به خاطر خانوادیم بوده. بله، فقط من گناهکار هستم. به خاطر که لیف از جان خود زیادتر دوست داشتم. من گناهکار هستم به خاطر که خانم خودت دوست داشتم. تو بی از مرا زنده به کور ساخته بودی پدر. وقتی که خانم از بین بردی ما مردم. لطفاً این قسم نکن بچه. من بدون شما زندگی کردن نمیتونم. چرا نمیفهمی؟ علا بچه، کار خلاص کن. شما فکر میکنین من این کار نمیتونم؟ حتما این کار انجام میدم. چی میکنی؟ نکن بچه. انتقام خانم خودم میگیرم. خواهش میکنم بچه. قسم نکن لطفاً. با اون بچه تو هستم پدر. اگه بخوایم مثل تو ظالم شدم میتونم. ایران میفهمی که تو حامله هستی اما تو نیست. نبض طفلت بسیار ضعیف است. اگر زودتر دست به کار نشیم با زندگی تو به خطر مواجه خواهد شد. صدای مرا میشنوی؟ باید طفلت از پیشت بگیریم. اگر تو برام جواب ندی در صورت باز با عنوان دکتر من خودم باید یک تصمیم بگیرم و تصمیم من همی است که طفلت سخت کنیم. حالا یک بار دیگه ازت میپرسم، با ما جواب داده میتونی؟ عملیات خانه را آماده کنیم. درست است دکتر سید. بچه‌م خواهش میکنم قسم نکن. پس شوین مادر. من براتون گفته بودم اما تو نیست. براتون گفته بودم که ما را راحت کنین. بس است. چرا پدر؟ چرا به ما اجازه ندادین که خوش باشیم؟ بچه من خود زیاد چیزی نمیخواستم. فقط میخواستم که همراه لیف یک جا باشم. این کار سختی بود. حالا میخوایم شکر تمام نکنم، شاید کمی افگار شوی. آقا اردم، فکر میکنم خانه لیف پیدا کردیم. اما کجاست؟ در شفاخانه پنار است. وقت بیهوش بوده کسی اونجا بردهش آقا. درست است. جنرال صاحب، فکر میکنم اون دختر پیدا کردن. امی که دختر پیدا کردی از بین ببرش. آه سنجر آه، بعد از قدر سالا یک کار خوب انجام دادی دوام موفق نشدی.
خانم ماما قسم به او دنیا روان کردی. چطور است؟ قهر، کینه، نفرت، از تمام کارهای خود پشیمان هستی. میخوای زنده بانی. با خود میگی که ارزشی همه را داشت، ارزشی کارا را داشت. بگو پدر ارزشی همه را داشت. ای که من از خانمم جدا ساختی، زندگی متبا ساختی. ای که من قاتل پدر خودم بسازی ارزشش داشت. تو وقت مرا درک خواد کردی که صاحب اولاد شوی، از او خاطر بالایت قهر نمیشم. تو بچه ما هستی. هر بلایی که سر ما بیاری ما از تو هیچ شکایت نمیکنم. هر کاری که میکنی بکن. تو بچه ما هستی. بچه ما هستی. درست است که من بچه هستم، اما مثل تو شدن نمیتونم. تو جان خانومم گرفتی، اما من جان تو رو گرفتن نمیتونم. اما من تو رو به عدالت تسلیم میکنم. این کار حتما میکنم پدر، فهمیدی؟ روز شما خوش. امشب با شفاخانه شما یک مریض عاجل آوردن. یک خانم بوده که از راه پیداش کردن. یک دقیقه. بله، در منزل سوم، در اتاق نمبر 303 هستن. بسیار زیاد خواهش تشکر. میکنم. بیا برم بگو دینیز چی گپ بوده میتانم. من خواهی چیز نفهمیدم. خوب معلوم نمیشی. بفرما بشی. جنرال صاحب، اینجا آمدیم که از شما کمک بخوایم. در رابطه با چی؟ پدر ما به جرم قتل میخوایم دستگیر کنم. ایلیف؟ میبخشید، معذرت میخوایم. فکر کردم شما دوست ما هستین. شفا باشه. خو ایلیف نیست. پس ایلیف کجا هست دیگه؟ خدایا خودت برام کمک کن. تو مطمئن هستی که خانمت پدرت به قتل رسانده؟ هیچ شک ندارم جنرال صاحب. بیبی بچیم، فقط با شک کسی را دستگیر کردن نمیتونیم. با ثبوت ضرورت داریم. تو کدام ثبوت یا دلیل قانع کننده داری؟ جنرال صاحب، اگر برخلافش تحقیقات شروع شود حتما ثبوت پیدا میشه و کارهای غیر قانونی دیگه شام به همگی معلوم خواهد شد. بیبی قماندان، تو از من ایره میخوایی که یک جنرال دستگیر کنم و او شخص هم پدرت است و ها جنرال قدرت امور را حمایت میکنه. هیچ برام مهم نیست، هر کسی که باشه. من میخوایم جزای کار که همراه خانم کدر را ببینم. همراه یاردام گپ زدم. او شخصی که ایلیف اختطاف کرده بود هیچ چیز نگفته. اگه اجازه بدین ما میخوایم یک بارم رش گپ بزنم. البته به امنیت زنگ میزنم و او شخصه به قرارگاه میخوایم. ضرورت نیست، من پیشش میرم.
حالا به تو یک پیچکاری زرق میکنه و چند ثانیه بعد بیهوش میشی. دنیز و الیف با هم چی ارتباطی داشتن؟ من از کجا بفهمم؟ خبر ندارم. نظر به یکی چیز نبود. دنیز زیاد عکس العمل از خود نشان داد. دنیز همین قسم است دیگه بسیار زود عصبانی میشه. یالت مرا بیبی. در روز اول عروسی خود اینجا ششته منتظر شوهرم هستم. بان که یک بارو بیایه بازو وقت حسابه ای کارایش ازش میپرسم او وقت باید برم بگویه که چرا ای کار کردم را. خوش کنی او قسم کدام کار نکنی سنم. با ای کارت شوهرت از خود دور خواهد ساختی دختر. خب چی کنم دیگه؟ همیشه باید همین قسم منتظرش باشی؟ بله جانم، باید منتظر او باشی، حتی باید چوب باشی. خانم هوشیار از عصبانیت خود نه، از عقل خود بیشتر استفاده میکنه. اگه ای کار کنی باز موفق میشی. پس تو همین قسم پدر ما به دست آوردی نی؟ بله همین قسم جانم. اگه به جای تو می بودم به این نصیحت گوش می دادم. ها، اگه می خواهی که حتما سر یک کس قرار شوی و راحت شوی، او شخص دنیز نیست، امیت است. امو بود که روز نکاح تو را خراب ساخت. برو قهرت از سر او خالی کن. شام بخیر. خواهرم از دیشب به این طرف گم است. نامش الیف است. الیف گورال. در این شفاخانه به اینام کدام کس را ناوردن؟ متاسف هستم با اینام کدام مریض نداریم. تشکر. این چندمین شفاخانه است که دیدم. او دختر کجا هست؟ میبخشین آقا، یک بار اینجا آمده میتونین؟ دیروز یک دختر جوانه به بخش عاجله آوردن. پیشش تذکره چیزام نبود. میشه که همونا خواهرتان باشه. او را دیدم میتونم. حالا کجا هست؟ حالا ده عملیات خانه است. اگه کم منتظر باشین میتونین ببینینش. شما خبر نداشتین؟ حامل هستید. نه خیر، اگه دینیزی را یک قسم ببینه باز متعجب نمیشه. حالا چی کنم؟ لطفا میخواین چیزی بگوین؟ طفل من غرض نگیر لطفا. او را از ما نگیرید. بامار بامار، بهترین روز زندگی ما تو خراب ساختی. پیشکلگی ما را بیاب ساختی. گناه پدرت است. البته که گناهی او است. اگه دم وقت تو ابراهیم از بین می بردی باز الیف حال نمی بود و هیچ کدامی بلاها سر ما نمی آمد. هیچ وقت خوش بودن هم میتونی سنم. دهانتا بستکو گپای ناق نزن. گپا فامیدی؟ شنایی بله
به قرارگاه روانش کردین؟ این امر از طرف کی شده؟ از طرف جنرال صبری؟ درست است. ما چند لحظه بعد برای شما زنگ میزنم. یعنی که حرکت خودش شروع کردی آقاتی نیست. میخوایی بر علیه ما ثبوت پیدا کنی. تحقیق چی پیدا میکنی؟ چی شد آمر اردام؟ خبر اشتباه بوده. در واقع من زیاد امیدوار شده بودم. کدام خبری دیگه داری؟ عسکرها آمدن و شخص اختطافچی را با خود بردن. چرا؟ در قرارگاه ازش تحقیقات میشه. این مریض حامله است. از این خاطر نباید با کمبود اکسیژن مواجه شود. تا فردا یک نفرتان بالای سرش باشید. خانم پرستار، وضعیت آقای ابراهیم چطور است؟ کدام خبر ازش دارین؟ متاسفانه وضعیتشان هنوزم وخیم است. توبه دختره جانه. کاکا ابراهیم شما خوب هستید؟ به سر راه درخت رفتیده؟ یه گمی کم برین رو دور کنه. خدا من لعنتش کنه. حالا من چه قسم با داخلی اتاق شوم؟ دی هوا درخت تو چپه شده. این قسم نمیشه. من بسیار خسته هستم. باید برم یک قهوه بنوشم. این درخت قصدن انداختن قماندان صاحب. متوجه خود باشین. سرت پایین کو. ضرور نیست تمام شفاخانه را سر خود خبر بسازم.
فردا به عروسی مشگان میایی؟ نمیفهمم که آمدم میتانم یا نه، چون تا فردا در وظیفه هستم. بیرون نشو، همونجا باش. خب بس به امید دیدار. با امید دیدار. خدا لعنتت کنه. خدا لعنتت کنه. خدا را شکر کدام مشکل پیش نامده. هر لحظه نبضش ببینین، درست است؟ معلوم میشه کسی خواستنی کار انجام داده. تا فردا صبح بس بشی دروازه دور نشی. بیادر تو کجا هستی؟ از دیشب تا حال من تو را میپالم. او شخصی که الیف اختطاف کرده بود او را هم از بین بردن. چی؟ دیگه هیچ ثبوتی در دست ما نیست که پدرم دستگیر کنیم. دینیز، به نظر الیف زنده است. چی؟ چطور؟ تو چی بگی بیادر؟ در محل حادثه جسد دیده نشده. فکر میکنم او از خانه بیرون شده بوده. خدایا هزار بار شکرت. یعنی او زنده است؟ الیف ما زنده است؟ بله زنده است. با شفاخانه ها خبر داریم، در هر جای میپالیمش. هنوز کدام خبری نرسیدم. هنوز یک امید کوچک داریم دینیز. اما پدر باید جزای کار خود ببینه. او کوشش کرد خانمم از بین ببره. پدرم باید جزای خود ببینه، فهمیدی؟ کوره راحت نمیمونم. ده اصل یک ثبوت داریم. چی هست؟ چند لحظه پیش به دستم آمد. اسناد تلفن او آدم است. از همه بیشتر همراه پدرت گپ زدم. همین کفایت میکنه. به خاطر دستگیری پدرم همین کافی است. صبح بخیر. طفلم، تشویش نکو، هنوزم در بطنت است. گفتین او خوب است؟ خوب میشه. او هم مثل مادرش قوی است. اتفاق بعد را سپری کردین. چند لحظه بعد تو رو به اتاق دیگه میبریم. بسیار زیاد تشکر. پروردگارا شکرگزارت هستم. دخترم چقدر مقبول آمدم. دامادم همچنان. اوه صبح بخیر عروس خانم. خیریت است سنم، چرا قدر پریشان هستی؟ نه خیر پدرجان، چیزی نیست. دینیز دیشب ناوقت آمده بود؟ در وظیفه بود قدرت. دیشب شب اول عروسیش بود، وظیفه دیگه از کجا شد؟ چطور تونسته قدر ناوقت کنن؟ عصبانی نشو قدرت جان. حالا دیگه اونا بین خود کل چیز حل میکنن. همونطور نیست سنم جان؟ چند دقیقه پیش همراه دینیز گپ زدم. به خاطر ناوقت آمدنش از معذرت خواست. گفت هر چی که بخوای اما تو میکنم. معذرت میخوایم. بله میشنوم. او دختره پیدا کردم. او را به شفاخانه نو بهار آوردن. حالا در اتاق عاجل از جنرال صاحب. خوب است. تو خودت میفهمی که چی کنی. سنم، وقتی که دینیز آمد به ما خبر بیتی. میخوایم یک بار امرای داماد خود گپ بزنم.
آفرین سنم، تو واقعا کار درست انجام دادی. همیشه در پلوی شوهر خود باش. ای پروردگار مهربان و آفریننده دنیا و آخرت، ای پروردگار که زمین و زمان آفریدی، پروردگارا خودت همه مسلمانا را از فتنه و فساد دور بدار. پروردگارا هرچی خواستیم از تو خواستیم، بجز تو از کسی نخواستیم. پروردگارا ازت شکرگزار هستم ای بارم از ما و طفلم حفاظت کردی. سلام علیکم. آقا احمد چطور هستین؟ من خود موضوع منفکی شما را از اردو تعقیب میکنم. بسیار زیاد تشکر از کارهایتان آقا هستم. خداوند شما راضی باشه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. در مورد بورس ها پیشرفت های قابل ملاحظه انجام شده. یک کمودگان باید صبر کنیم. بدون صبر کردن کدام چاره دیگه نداریم. شما را زیاد منتظر ماندم خاله شکران، حقتان رو ببخشید. خداوند از شما راضی باشه بچیم. به خاطر تشکر گفتن مزاحمتان شدم. اگه شما نمی بودین نمیفهمیدیم چی کنیم. استغفرالله خاله جان، این چه قسم گپ است؟ خواهش میکنم شکست نفسی نکو بچیم. دخترم سال آخرش است. وقتی که درسایش خلاص شد بخیر معلم میشه. تمامش به خاطر شماست. با معذرت آقا، در جلسه دادگاه بعض کارها به نفع ما انجام شد. تشکر میکنم. ایره بعدا میبینم. شما تشویش نکنین خاله جان. هیچ کسی نمیتونه مانع درس خواندن خواهر ما شو انشالله. هر کاری که از دست ما بیایه انجام میدیم. انشالله بچیم. اما کی مانع ای بی‌عدالتی و ظلم ظالما خود شد؟ ای ظلمه کی به پایان خود رسان؟ کی درمان درد ای مردم خود شد؟ شما تشویش نکنین خاله جان. حتما یک نفر پیدا میشه. البته که یک روز یک شخص مانع کارا خواهد شدن. رانا حالا دیگه بخیز. با تو صبحانه آوردیم. از دست تو فقط زهر می نوشم و فقط به خاطری که پیش دختر خود برم. اگه با جای تو می بودم ای کارو نمیکردم. دختر تو هنوز زنده است. دروغ میگی؟ به خاطر که مرا بیشتر از زجر بتی قسم میگی؟ از او خانه هیچ جسد پیدا نشده. بعدا ما تحقیق کردیم دیدیم که دختر تو در شفاخانه. درست میگی؟ دختر ما واقعا زنده است. ما برات گفتم که دخترت زنده است، اما تو در بین همگی گفتی که ما دخترت را به قتل رساندیم. بگه پای ما باور نکردین. حال دخترت را واقعا از بین میبرم. تو را از بین میبرم. ای بار واقعا میکشمت قدرت. اول بان که ما دخترت را بکشم. نخیر بیاده. خواهش میکنم ای کار نکن. او هیچ چیز نمیفهمه. او هیچ گناهی نداره. ای کار نکن. درباره محفل دخترم فکر میکردی که خوشی ما را خراب ساختین. درباره فکر میکردی که ما را پیش مردم رسوا ساختین. بیادر لطفا دختر ما غرض نگی. مرا بکشم و دختر ما غرض نگی. زیاد ناوقت کردی رانا. ما امر صادر کردم. بسیار ناوقت. ای کار نکن. ای کار نکنی. بیادر خواهش میکنم. دخترم بیا. خواهش میکنم دختر ما غرض نگی. تسکین دهنده برش زرق. نمیخوای
الهیم کو الهیم کو این بار تو را میکشم الهیم کو بیبی همراهت وعده میکنم الهیم کو بیبی قسم میخورم بیادر دیگه هیچ وقت ما را نخواد دیدی لطفا حالا دیگه بسیار ناوقت است رانو. شما رو به اتاق دیگه میبریم. درست است. کمکتان کنم؟ نه خیر خودم میرم. چطور هستین؟ چطور باشم دیگه؟ ای قسم نگوین از دم مرگ برگشتین. همی خواست خداوند بوده. حتما دمی کار خیر ما بوده دخترم. نفس دهنده و نفس گیرنده تو هستی خدایا. خودت با من صبر بده خداوندا. Elif! Elif! لطفاً در جایتان باشین اجازه ندارین آقا لطفاً الif! لطفاً از اینجا بیرون نشین دختره لطفاً آقا الif! الif! کاکا ابراهیم الif! آقا شما کجا میرین؟ الif دخترم شما رو چی شده؟ دخترم جانم کاکا ابراهیم به من گفتن که تو مردی به من گفتن دخترت مرده خدا را 1000 بار شکر که تو زنده هستی دخترم خدا را شکر هر کس یک تصمیم داره اما تصمیم اصلی نزد ذات است که توانایی همه چیز داره و صاحب همه چیز از دخترم بیبی ما را اینجا ده همینجا با هم روبرو ساخت در هر شهر یک خیر نهفته است دخترم تو میفهمی الیف تو دخترم هستی تو دختر ما و رعنا هستی خواهش میکنم ما را ببخش دخترم ما را ببخش درست است باید بیدار بنم ما باید از اینجا بیرون شوم باید دختر خودم نجات بدم مرا از اینجا بیرون کنین الیف الیف بفرمایین خانم شنایی زنده باشی خواهش میکنم
نوش جانتان. تو دیگه نمیخوای حتی همراه ما زیر یک سقف باشی؟ نمیخوایم که همراه تو گفتگو کنم. شنایی من نباید بالای تو دست بالا میکردم. واقعا معذرت میخوایم، پشیمان هستم. تو خو مشکلات مرا درک میکنی و ها میفهمی که من قسم یک شخص نیستم. خواهش میکنم قسم نکو همراه ما باش. ما به تو ضرورت دارم. دینیز؟ دینیز؟ تو بازداشت هستی. باید دستایت ولچک بزنم. دینیز؟ دستایت پیش کن. تو را به جرم قتل ایلی فایدین و بمگذاری دستگیر میکنم پدر. تو چی میکنی؟ متوجه هستی این پدرت است؟ او به نظر من فقط یک مجرم است. او را ببرین. این کار کردن نمیتونی. گفتم ببرنش. چرا بطوری استاد هستین؟ شما چی میکنین؟ این جنرال شما از حد خودم بشناسین. مادر شما مداخله نکنین. افسوس به حال دینیز، افسوس به حالت بچه. ایف اقدر زحمت هایی که ما بالای تو کشیدیم. افسوس. شنایی درست است. آرام باش، آرام باش، آرام باش. تو خانوم مستی، تو خانوم جنرال سنجر آیدین هستی. فامیدی؟ تشویش نکن، قوی باش. درست است؟ تشویش نکن. الان دیگه آرام باش. بس است دیگه. آرام باش جانم. ما حاضر هستیم. سنجر چی شده جنرال؟ جنرال صاحب، جنرال سنجر آیدین به اتهام اختطاف، حمله مسلحانه و بمبگذاری دستگیر شده. اگه اجازه تان باشه میخوایم به زندان ببرمش. ببرنش. پدر خودت دستگیر ساخته قدرت. داماد من باید اما قسم یک شخص باشه. او حتما خوب میشه، همه تو نیست؟ بله، البته اگه بازیات هیجانی نشه. میشه من یک بار به کس زنگ بزنم؟ البته از اتاق ما زنگ زده میتونی. خداوند لعنتت کنه. حالا دیگه کجا میری؟ بله اردام. دینیز، ایلیفا پیدا کردیم. راست میگی؟ بله.
به شفاخانه است. خدایا شکر. وضعیتش چطور است؟ خوب است؟ خوب است تشویش نکو دینیز. خب درست است. در کدام شفاخانه هستن؟ من میایم. درست است بیادر، تشکر. من همیال میایم. ایلیفا پیدا کردن. او هم زنده است. وضعیتش هم خوب است. تو ناحقی قدر کار را انجام دادی. ارزشش داشت؟ من چی کنم؟ من چی خواد کردم؟ من چی کنم؟ خدایا کمک کن. با تلفن خانم رنا زنگ است. مربوط ما نمیشه که زنگ است، اما چندین بار است که زنگ نیم. پس جواب ده گپ بزن. تلفن خانم رناست. من میخوایم همراه خانم رنا گپ بزنم. خانم رنا فعلا گپ زدن نمیتونه. شما کی هستین؟ اما ایلیف هستم. خانم ایلیف زنگ زدن. چی؟ تو هنوزم زنده هستی ها؟ ما میخوایم همراه خانم رنا گپ بزنم. گپ زدن نمیتونی، به خاطر که فعلا در خانه ما بندی است. چی؟ چون که بهترین روز زندگی ما خراب کرد، حال جزایش میبینه. هوش کنی به مادرم ضرر نرسانی. بشنو، از کل چیز خو خبر شدی، اما یک چیز دیگرم باید بفهمی. ما و دینیز با هم. بله؟ یه چارج خلاص کرد. میخواستم اون دختر از شفاخانه بیرون کنم که پدرش پیدا کرد. گفتی پدرش؟ بله، از اتاق عاجل به یک بارگی بیرون شد. حالا منتظر یک فرصت جدید هستم که او را بیرون کنم. او دختر رو بگه و زود پیش ما بیارش. فهمیده شد که چی گفتم؟ بچشم جنرال صاحب. مجبور هستم از تفنگچی خود استفاده کنم. حالا تو هم دیگه سایل نکردنی تل روان نباش. زود باش. بچم کمک کردم میتونی؟ خداوند ازت راضی باشم. شما چه قسم بلا هستین ها؟ دخترت از یک طرف، تو از دیگه طرف. او دختر لعنتیت هنوزم زنده است. یعنی تو به ناحق عروسی ما خراب ساختی. تو چطور میتونی که مرا بزنی؟
همراهی تو چی کنم دختر احمق؟ تو نمیتونی دختر معظم بگیری. تشویش نکنین پدر. من مادرم حتما پیشتان میارم. حالا دیگه هیچ وقت از هم جدا نمیشین. ما هم یک خانواده می باشیم. وعده میتون براتون. با این کارت تو فکر میکنی موفق خواهد شدی؟ وقت عدالت پیاده شوه باز من برنده میشم و تو ناکام میشی. اشتباه میکنی. یک روز جزای تمامی کارهای خود خواهد دیدی. چوب باش دختر احمق. چرا دنی تل روان هستی؟ عجله کو زود شو. میای مردم از قرارگاه بیرون شدم. نیست بیادر رفته. چطور امکان داره؟ نمیفهمم بیادر فعلا اینجا نیست. اردام مرا دیوانه نسازو کجا رفته بتونه؟ بیادر من نمیفهمم. قسمی که پرستار برام گفت به نظرم همراه پدرش روبرو شده. یعنی حقیقت فهمیده. خوب است اما کجا رفته؟ شاید پیش خانم رنا رفته باشه. و ها او کجاست؟ نمیفهمم. بعد از نکاح او را ندیدیم. آخرین بار در خانه قدرت. جنرال قدرت؟ درست است. من پیداش میکنم که او کجاست. فعلا قطع کو باز بر زنگ بزن. کمکم کنین! خانم سنم کمکم کن! عجله کن! زود شو! درست است. لطفاً میشه کم دیگم تیز برین؟ درست است خانم محترم. ما باید پیش مادرم برم.
خانم بیار عجله کن. بله امین بیرون شد. چند لحظه پیش بیرون شد خانم سلام. زود مانعو شوین. ما میاله میم درست است. من همینجا پایین میشم. محافظ امیم کجاست؟ نمیفهمم اون طرف رفت. منظور چیست که اون طرف رفت؟ شما من مسخره میسازین؟ مادر اینجا چی گپ شدم؟ امیم فرار کرد. فرار کردم؟ زیاد دور رفتن نمیتونه. حتما دمی 4 طرف هست. امرتان بجا میشه جنرال صاحب. من باید دختر ما پیدا کنم. من باید الیف ما پیدا کنم. مادر جان شما کجاستین؟ کجاستین؟ کدام مشکلی است؟ خانم را فرار کرده قماندان صاحب. کدام طرف رفته؟ این طرف رفتن. کجاستین؟ کجاستین مادر؟ دختر من نجات دادن نتونستم. با وقت رسیدن نتونستم. دنیس؟ جنرال صاحب دنیس امیم گم شده. با اون زیاد دوا دادیم. دور رفتن نمیتونه. شاید دمی نزدیکی ها کدام جای بیهوش شده باشه. الیف چوب باشین چوب باشین.
شما کدام صدا را شنیدین؟ مادر جان خواهش میکنیم چوب باشه نگنی ما را پیدا میکنه. تو به ما چی گفتی؟ من همه چیزم میفهمم. پدرم برم گفت دخترم یک دختر جان، مادر جانم، دخترم، مادرم مقبوله. الیف مرا ببخش، خواهش میکنم مرا ببخش. در حقیقت شما مرا ببخشید. من چطور در قدر وقت نفهمیدم، چطور نفهمیدم. هرگز خدا ملامت نکن، تو هیچ گناهی نداری، کلش گناه محض. مادر جان، مادر جان. تو را بسیار زیاد دوست دارم الیف. تو را از همه چیز بیشتر دوست دارم. به خاطر تمام کاری که همراهت کردم معذرت میخوایم. من نمیفهمیدم دختر. من تمامش فراموش کردم. همین که شما را پیدا کردم تمامش فراموش کردم. آی مادر جان. یک لحظه مادر، ما باید زودتر از اینجا بریم. اگر ما را پیدا میکنن حالا بخیزید. بالاخره کفترهای فراری یک جا شدن. بیادر لطفا. ما برات گفته بودم رنا، اگر واقعیت را بفهمه او را از بین میبرم. ما دیگه از شما نمیترسم. گپ ما فهمیدین؟ نه خیر، نمیشه. بیادر لطفا بس است دیگه، خواهش میکنم. این خوشی را از ما و دخترم نگی. دختر ما پیش ما بار لطفا. ببین قسم میخورم او را گرفته از اینجا میرم. دیگه هیچ وقت ما را نخود دیدی. از ما هیچ خبری به دستت نخود آمد. تو یک اشتباه کردی، اما جزایش دخترت میبینه رنا. بیادر نه خیر، لطفا برات عذر میکنم این کارا نکن. مادر لطفا بخیزین، خواهش میکنم. درست است رنا، خوب است. اگر متوجه باشی مام یک بیادر هستم، مام وجدان دارم. درست است. از اینجا بریم. نمیخوایم دیگه شما را ببینم. گم شوین. دیگه ما را نمیبینی. مادر جان، مادر جان لطفاً تحمل کنین. مادر جان کمک کنین. لطفاً یک کسی برای ما کمک کنه. لطفاً کمک کنه. یک کسی امبولانس بخواه لطفاً. مادر جان تحمل کنین. شما حتما خوب میشید. مادر لطفاً مرا تنها نمانید. الیف
مادر جان لطفا مادر لطفا مرا تنها زود باشین امبولانس ها بخواید. اطلاع بشه قماندان صاحب. زیاد دور رفتن نمیتونه، برین پیداش کنین. زود باشین، متوجه باشین. مادر جان خواهش میکنم مرا ترک نکنین مادر لطفا. این اتفاق چه قسم رخ داد؟ برام بگو ایلیف، لطفا بگو. رانا رانا او این کارا کرد. مادر ما با مر دختر میزد. احمق، تو با خواهرم چی کردی؟ حالا آمدی از من میپرسی چرا مادر ما با تو مر کی هستی؟ میزدی؟ دور باش. رانا عجله کنین، کمک کنین. از مادرم دور باش، به مادرم دست نزن. باز باش. آیسا مادر. بسیار جان ایتیاز کن. مادر جان شما خوب میشه. آدم دروغگو، تو مادر ما با مر میزدی حسابی کارو تخوا. مادر مادر جان شما خوب میشه. مادر جان مرا تنها نمانه، خواهش میکنم مادر جان. به شما حتما نجات پیدا میکنه. زود باشین، کمک کنین که خواهرم میماره. لطفا بگوین مادرم خوب میشه. شادر زرد تا بخوری از اینجا گم شو. او مادرم است. مادر جان من همراهتان هستم، شما خوب میشین، براتان وعده میدم. مادر جان لطفا تحمل کنید. مادر خواهش میکنم مرا تنها نمانید. مادر جان لطفا تحمل کنید. مادر جان لطفا مرا تنها نمانید لطفا. او بی حیا آمده بالای پدرم تهمت میکنه. ای جسارتش ببین. نه خیر، او به کدام روی استاد خواد شد و خواد گفت که واقعا پدرم این کار کرده. باز کلگی به گپاش باور خواد کردن. بس است. نبضش ضعیف شده، مریض از دست میده. رانا شما خوب هستین؟ نفس کشیدن نمیتونم. یک دو سه. خدایا مادرم برای ما بابا داغه نبودن مادرم برام نشان نده. خدایا مادرم بسیار دوست دارم. مادر خدایا مادر من خوب بساز، مرا تنها نمان. خدایا مادر جان ما به شما ضرورت دارم، مرا تنها نمانی لطفا. مادر جان مرا ترک نکنه.
نبضش منظم شد. خدایا هزار باشه. حالا بدینی یا نفس گرفته میتونین. تشویش نکنین، یک حمله کوچک سرتان همه حالا خوب میشه. خدایا تا که خانواده خدا یک بار ندیدیم نفس آخر من نگیر خدایا. ای به عقل است پیشوریم کم کنیم. اطاعت میشه جنرال صاحب. شما مانع شدن نمیتونین. من تا پوشا اجازه داخل شدن نمیتیم. من میخوایم پیش مادرم باشم. اعلام کنین. دینیس تو کجا میری؟ گفتم اعلام کن. دانش عسکر. درست است قماندان صاحب. الیف تو خبر ندارینی او مادرم است. الیف تو نمیتونی اینجا داخل شوی. با چادر اینجا داخل شدن نمیتونی. چی خود کردن؟ مرا از بین میبرن. مرا میخواین با مرمی بزنن. پس بزنن. الیف بیبی این قسم تو نمیتونی به مادرت کمک کنی. لطفاً بیشتر از این زد نکن. دینیز او مادرم هست. مادر من با مرمی زد. حالا چطور میتونه مادر ما با یک قاتل داخل کنه؟ ما یک راه پیدا کنم. دینیز ما به خاطر داخل شدن تو یک راه پیدا میکنم. دینیز من نمیتونم اینجا منتظر باشم. لطفاً یک راه پیدا کن. من باید پیش مادرم باشم. درست است. برات میگم که صبر کن. من کمکت میکنم که داخل بری. لطفاً تو صبر داشته باش به خاطر مادرت. پدر وضعیت همیم چطور است؟ وقت این طرف می آمدیم نبضش ضعیف شده بود. چی؟ دکتر صاحب وضعیتش چطور است؟ مرمی از عضله عبور کرده، استخوان ثابت کرده. باید عاجل عملیات شود. خب اگر عملیات شود نجات پیدا میکنه؟ شانس نجات یافتنش بسیار کم است. اگر عملیات نشه تمام عمر فلج خود بود. جنرال صاحب میفهمم که بسیار تصمیم سخت است، اما شما این تصمیم بگیرید. تا وقتی که قارب مریض اجازه نتنی عملیات انجام داده نمیتونیم. خدایا تو بارونگاه مرا با غم مادرم امتحان نکن. من تحمل ندارم. خدایا خودت تو رو شفا بده. تو شفا دهنده هستی خدایا. خدایا خودت برش کمک کن لطفاً. دینیز بگو چی گپ است. بگو که او زنده است. زنده است. خدایا هزار بار شکر. شکر که مادرم نجات داد. اما باید عاجل عملیات شود. اگر نه خدای نخواسته فلج خواهد شد. پس باید عملیات شود. بیبی چانس نجاتش بسیار کم است. از او خاطر جنرال قدرت اجازه عملیات نداد. البته که اجازه نمیده، چون میخواه مادرم بمره تا که رازایش برملا نشه. تو میتونی که به خاطر عملیاتش اجازه بدی. اگه ایره ثابت ساخته بتونی که دخترش هستی الیف. این کاره چطور انجام بدم؟ ممتازه فهمیدیم که اون مادرم است. تنها پدرم این موضوع را میفهمد. به خاطر این موضوع اسناد رسمی لازم است.
شفاخانه گینیتیکس. بخش ژنتیک این چی است؟ نتیجه معاینه خون رناکارای و ایلیف آیدن، خون آنها 99% با هم شباهت دارد. رناکارای مادر ایلیف آیدن تثبیت شد. ما حالا چی کنم؟ دنیز مده قدر وقت کم چطور ثبوت پیدا کنم؟ یک دقیقه. تنها کاری که باید انجام بدنی است که نمونه خونتان بدین، بعدش هر دوشو با هم مقایسه میکنن. خب در چند روز نتیجهش معلوم میشه؟ در یکی یا دو هفته معاینه دی ان ای؟ من معاینه دی ان ای انجام داده بودم. درست است. این بسیار به ما کمک خواهد کرد. حالا بریم وقت از دست ندیم. آزمایش دی ان ای را چرا انجام داده بودی؟ دخترها زیاد اصرار کردن. همیشه میگفتن که خانم رنا مادرت است. باز مام گپ اونا را قبول کردم و معاینه دی ان ای را انجام دادم. چطور این را فراموش کردم؟ اما نمیفهمم تا حالا نتیجهش معلوم شده یا نه. دنیز حالا چی خواهد؟ در آواز برشان زنگ بزنیم. حالا تمام شد. خب درست است. دنیز تو کجا میری؟ باید به تو حساب بتم. بله باید حسابتی. من خانم تو هستم. مادر و دختر مرمی خورده. کمی درک داشته باش. تو همراه من عروسی کردی، باید همراه من باشی، نه که با او. من همیشه همراه او خود بودم. اگه قبول کنی خوب میشه. هرگز انتظاری را نداشته باشی که من قبول کنم. همراه تو هم کار دارم. گپ ما گوش کن. اگه قسم کنی از جدا میشم، فهمیدی؟ حالی هم دانه تا بسته کن. برو. لوده خدا رو گیر آمده. درست است. همه قسم کن. فعلا خود چوب می باشم، اما بعد از اینی برات نشان خودم که تهدید کردن من یعنی چی. چرا رنا؟ چرا چوب نشدی؟ چرا به گپم نکردی نرفتی؟ چرا مرا مجبور کردی که اون معاشره کش کنم؟ من تو را زیاد اخطار دادم. گفتم که از اینجا برو. برات زیاد گفتم اما تو به گپم گوش نکردی. میفهمی حال زندگیت به ما بستگی داره رنا جان. من نمیمانمت که دوباره به زندگیت برگردی خواهر. نمیمانم. دخترم، مادر جان قنده. جانم دخترم. الیف مرا ببخش، لطفا مرا ببخش دخترم. راست شما باید مرا ببخشید. من چطور نفهمیدم که شما مادرم. خوش کنی خدا من نامم نکنی. تو هیچ گناهی نداری، کلش گناه است. مادر قندم. مادر جانم. تو را زیاد دوست دارم الیف. تو را بیشتر از هر دوست دارم. با خاطر تمام کاری که در حقت انجام دادم معذرت میخوام. من نمیفهمیدم دخترم. من تمام اونا را فراموش کردم. همین که شما را پیدا کردم همه چیزم فراموش کردم.
شما باید کار کنین که ایلیف در مورد عروسی ما خبر شد. درست است خانم سنمی. دیگه چی مشکل داره؟ در محفل عروسی شما هولیای ما زیاد عکس گرفته بود. ها او عکس‌ها را در یک جای پیش چشمش میمانم. اونا که آمدن به شکل تصادفی عکس‌ها را ببینن این موضوع حل میشه دیگه. بیا از هولیام چند دقیقه پیش پشت عکس‌ها رفت که بیارشان. خوب است که شما خوب میفهمین که باید چی کنین. ما خب میفهمیم که باید چی کنیم، اما شما میفهمین که باید چی کنین ها؟ این کار یک کمی مصرف داره، شما او را میفهمین؟ 1 ساعت بعد هولیا را پیش شما روان کنین. پولتان برتان میدم. درست است. ببینین شما بیگانه نیستین، من براتون مقدارش نمیگم، اما باید یک مقداری باشه که گزاره ما شود جانم. درست است. روز خوش خانم سنم. وای رفیق، از آسمان پول میباره. یلماز جمع کرده برو بچیم. تو چقدر یک آدم خوش قسمت هستی بچیم، خوش قسمت هستی. صبر کن دختر، صبر کن، داخل نرو، مستقیم برو پیش خانم سنم. چرا؟ خانم سنم زنگ زده بود، او میخواد که به ما یک خوبی کنه. این رقم نکو، من برش یک کار میکنم. این چه قسم خوبی است پدر؟ چه قسم خوبی باشه دیگه. ایلیف و دینیزه از هم جدا میسازیم. بیا از خدا رو شکر ما خودش دیگه کاروبار نداریم، همگی پشت امی کارا گرفته. ای چی است؟ ایچ؟ من برم لباسای ما تبدیل کنم. این رقم با چند کروش نجات پیدا کردن نمیتونیم خانم سنم، خصوصا حالا که قد چیزا را میفهمم. قسمه که گپ زده بودیم، کسایی که چادر میپوشن نمانین که نفس بکشن. از ایج نوع ممانعت دریغ نکنین. در میلی بس، در پیاده رو، در چرایا، در همه جا. حتی اگر لازم شود از سرشان چادرهایشان به زور میکشین. فهمیده شد؟ این امر در تمام نقاط کشور پخش کنین، در مجلات، در رادیو، در تلویزیون، در همه جا. فهمانه تانستم؟ هر چی زودتر میخوایم این موضوع را اعلان کنین، یعنی واضح تر بگیم همگی باید از این امر خبر شوند. بله امه قسم. زود شوین، دست به کار شوین. ایلیف آیدین، آزمایش دی. بله دی. درست است، منتظر هستم. گفت که میبینم. انشالله که اون نتیجه مثبت باشه. انشالله این مشکل ما حل میشه. روان کردین؟ درست است تشکر. دیروز از طریق پست رسان رو به خانه روان کردن. درست است. بله پدر، امروز به من کدام نامه آمده بود؟ نامه چی؟ صبر کو. ها در دست هولیا یک چیزی بود، اما پدر او رو یک بار ببینین که از شفاخانه اومده. ما چی بفهم دختره، من خودم نمیفهم او رو در کجا مونده. در ضمن هولیام خانه نیست. درست است، اما خانه میاییم. چی شده ایلیف؟ یک نامه آمده، اما پدرم نمیفهمه که اولیا او رو کجا مونده. باید زود خانه درست است. کم تیزتر برو بیادر. خدا هم ما را تبا کردی. از خاطر تو دیگه روی برم نمانده که طرف کسی ببینم. شنایی بس است. فکر میکنی که من از این حالت خوش هستم؟ جنرال بزرگ کشور سنجر آیدی نبیبین که به خاطر بچه خود به چی حالت رسیده؟ تو انتظار چی رو داشتی؟ ای که جنرال قدرت تو را نجات بده؟ او هیچ دقیقه تام نیست و هیچ وقتام نبود. او تنها در تلاش یک کسی بود که کارهای کثیف خدا بالایش انجام بده. سنجر، باید از اینا دور می بودی. شنایی مرا نصیحت نکو. من به نصیحت کسی ضرورت ندارم. اگه میخوای کمکم کنی برو همراه قدرت کارای گپ بزن. چی کنم؟ برم برش عذر کنم؟ فقط تنها می کار ما پس مانده بود. کی با تو گفته برش عذر کنی؟ اگه ما گپ بزنم او بسیار خوب میفهمه که چی خواد شد. ای گپا به یادش بیار. این گودگکت بسیار مقبول است. بله تشکر.
برو از اینجا گم شو. هیچ دپالی ما استاد نشو. حال دل ای چادر پوش هاست که همراه ما دمی لباس یک جای بره به خدا. هیچ کسی را نمیفهمه که با ذهنیتی که اینا دارن چه بلایی را بالای ما خاط آوردن بیادر. تو چی میگی ها؟ در اصل شما جاهل هستین. شما چه قسم گپ میزنین؟ خدای تشکر که از خانه میتونی برایی. اگر کدام روز یکی مثل اینا به قدرت برسه، خانمای ما را از خانم بیرون شدن نخواد ماندن. در سرشان چادر پوشانده داخل خانه خاط بردن. ذهنیتی مردم همی قسم مارا است. مومیایی خود کردن اینا. خدا میفهمه شاید دیگه چی چیزا میخوشه. خدا برای شکل داده اما طرز استفاده یاد نداره. دخترم چادرت پس کنه میفهمین که این کشور چادر پوشا را قبول نداره. مشکل شما چیه ها؟ بس کنین دیگه. این چه قسم گپاست؟ من درباره چادر نپوشیدن شما کدام چیزی گفتم؟ شما چرا همراه من خودم میزنین؟ باز گپا میزنی احمق. نه که چیزی زیاد خواسته. تو اینجا بیا. اینجا بیا احمق. تو چی میکنی؟ اینو دور کن. دخترم بیا. از شما این کارا چی میکنی؟ چادر محبته. چقدر عجیب است همه تو نیست؟ اول تو باز رنا تمام خانمایی که باعث مشکل میشن یک به یک از زندگی قدرت بیرون خواهد شدن. میفهمی آل نوبت کی است؟ شایدم نوبت تو باشه. ما یادت باشه تا آخرین نفسم در کنار پدرت خاط بودم. یعنی به حیث معشوقیش هوش کنی که این کار نکنی. اگر نه او چهره زیبایت از بین میبرم. ایگا کامیدی؟ تو نمیتونی که امرای ما این قسم گپ بزنی سنم. دیگه هیچ وقت در اطراف مادرم نبینمت. خانم هولیا آمده داخل روانشگاه. پس چه از سر رایم؟ بفرمایید خانم هولیا. وقتی که نامه را بپالا ای عکس‌ها را حتما خواد دید. دوای دینیز عروسی کده یالماز پرواز کو. یالماز بچیم با خدا از تو باید ترسید. واقعا از تو باید ترسید. خطرناک هستی. چیزی می نوشین خانم؟ نه خیر لازم نیست. بیا تو زود پس میره. پس اگر با من اجازه میدین که برم یگان چیز بخرم خانم سنم. درست است تو برو. درست است. بیگی ای چی قصد؟ چی شده؟ خوش نشدی؟ دینیز هنوز نمیفهمه که ایلی فامل است و ای که تو کوشش کردی طفل او را از بین ببری. گوش کن احمق دهنت بسته کن. پس من چوب بساز. کاری که تو میکنی ایره تهدید میگن. کاری که تو میکنی ایره بی وجدانی میگن. هنوز طفلی که به دنیا نامده کوشش کردی که او را از بین ببری و من درس اخلاق نتی. گناهی است که سرتون اعتبار میکنم. بیگی من فکر کنم که زندانی شدن تو بیشتر از پول من خوشحال خواهد ساخت. چی گفتی تو استاچو؟
گفتم به همه چیزا میگم. دروغ هایده کوشش کردی که الیف از بین ببری و کل چیزا رو میگم. گوش کن، تو هیچ کار کردن نمیتونی دختر احمق، هیچ کاره.